عزیز، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ملت عزیز ایران، من نگران ایرانم، نگران فقر، منازعه بین المللی و فروپاشی اجتماعی و فرهنگی ملتی که هسته مرکزی یک تمدن چندین هزار ساله است. ملتی که باید عنصر پیوند ملت‌های منطقه و مایه ثبات و توسعه خود و پیرامون باشد، دچار کشمکش‌های بی‌پایان و بی انتها شده است. سرزمینی که چهارراه تبادل جهان است، فرقه ای از سر جهل و عناد چهار طرف آن را بسته‌اند و آن را تبدیل به قلعه‌ای محصور نموده‌اند. تمدن ایران محصول تجارت آزاد و آمد و شد اقوام و خرد فرهنگ‌های گوناگون و گفتگوی فرهنگی و مدنی شرق و غرب و شمال و جنوب عالم بوده است. حصر هیچگاه سرنوشت و ویژگی ملت ایران نبوده، لیکن اینک به نام فریبنده خودکفایی و با سلب آزادی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تجاری تبدیل به ملتی بریده از جهان و در حسرت حضور در میدان رقابت‌های جهانی شده است. بیهوده نیست که شاهد سیل مهاجرت ایرانیان از پیر و جوان هستیم. با این وجود من به ذخیره فرهنگی این ملت و نیروی اندیشه تک تک ایرانیان باور دارم، لیکن به هوش باشیم که این نیرو تنها در یک صورت از قوه به فعل در می آید و آن هم افزایی از رهگذر یک گفتگوی ملی است و آن هم افزایی از رهگذر یک گفتمان ملی است. من گفتمان ایده ایران را در میان می‌گذارم، گفتمانی که بر بنیان آموزه‌های تمدنی ایران، ارزش‌های ملی ایرانیان، شناخت دقیق فرصت‌ها و ویژگی‌های سرزمینی ایران و بازخوانی تاریخ ایران از پیش از اسلام، دوره اسلامی، دوره مدرن و به ویژه مشروطه استوار شده است و به دو عنصر هویتی دیگر ایرانیان شامل اسلام و مدرنیته توجه دارم. به گمان من انتخابات 1403 با هدف تغییر و تحول در گفتمان حاکم که سراسر محدودیت و وادارندگی است، باید تبدیل به میدان رقابت گفتمان‌ها شود. اشخاص توان محدودی دارند، لیکن توانایی ملت ایران در صورت سامانیابی ذیل گفتمان ایده ایران بی انتهاست. انتخابات و دولت ملی برآمده از آن می تواند برای تصحیح مسیر باشد تا ملت ایران در یک فرایند تاریخی و با صبوری به مسیر توسعه بازگردد. هموطنان عزیز، من میفهمم که شما پدیده چند دولتی و یا بی دولتی را با تمام رگ و پوستتان حس می‌کنید. شما با تجربه تورم بالای 40% برای مدتی بیش از 5 سال دریافتید که دولتی ملی با دغدغه رفاه و توسعه ایران در رأس کار نیست. اساساً دولتی در کار نیست و منافع ملی ایران در زیر چرخ رقابت دولت‌های متعدد در حال له شدن است. اندیشه‌های ضد آزادی‌های فرهنگی که به ویژه در این 3 سال اخیر بر این کشور چیره شده بود و هر روز با عنوانی علیه سبک زندگی انتخابی ملت سفارایی می‌کرد، شما را در وضعیت استیصال قرار داده بود. شما دیدید که دولت مستقر امکان سیاستگذاری ندارد، به بازی گرفته نمی‌شود و توان به نتیجه رساندن حتی سیاست‌های اغلب بی‌بنیان خود چون صیانت و طرح نور را نیز ندارد.
سطح عمومی قیمت‌ها و بهای اقلام خوراکی هر روز افزایش می‌یابد. امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشیم. خدا حافظ شما.